بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه، سلامت باشین و همیشه شاد و پیروز و پرروزی و پربرکت باشین. میخوام تلکنزی یا تلکنیزی رو یا همون جابجایی اجسام رو آموزش بدیم. تو این ویدیو یه تمرین رو میدم. خب انشالله اون تمرین رو انجام بدین. این مربوط میشه به چاکراهای کف دست، یعنی انرژی که میخواین از کف دست بفرستین. انشالله تو ویدیو بعدی که فردا یا پس فردا میذارم میریم سر چاکرای چشم سوم، یعنی جابجایی اجسام با چاکرای چشم سوم. پس توی این ویدیو جابجایی اجسام با کف دست رو تمرین میکنیم، آموزشش رو میدیم. خب ببینید دوستان، هر کدوم از چاکراهای ما، یعنی 7 چاکرایی که توی بدن داریم، کف دست هم هستن. این نقطه سمت شارک، خب این نقطه از بدن چاکرای ریشه است که عنصرش خاکه. انگشتش از چاکرای خاجی که عنصرش آبه. بعدی میشه چاکرای گلو، یعنی شما وقتی اینجوری میگیرید عنصر گلو هم میشه اتر. خب وقتی اینجوری میگیرید یعنی شما آب و اتر یا روح رو توی یک راستا قرار میدین. دیدین تو مراقبه انجام میدن. خب بعدی میشه چاکرای خورشیدی یا آتش. بعدی میشه چاکرای قلب یا باد یا هوا. به خاطر همین انگشتر توی این دست گذاشته میشه چون به چاکرای قلب مربوط میشه. انگشت کوچیک هم میشه چاکرای چشم سوم یا عنصر نور. کف دستم میشه چاکرای تاجی، همین چاکرایی که اینجاست، چاکرای تاجی. عنصرش نور، روح یا آگاهی به عنصر این چاکرا میگن. خب مربوط میشه به آگاهی کیهانی دیگه. شما وقتی این چاکرات فعال بشه یعنی به آگاهی کیهانی، آگاهی معنوی دست پیدا میکنی رفته رفته. پس این قسمت دست میشه چاکرای تاجی. حالا ما یه مبحثی داریم. ببینین توی فرهنگ های مختلف مثلا هند، تایوان، چین، اینا مختلفه. هر کدوم از اینا رو یک عنصر، یک چاکرا یا یک عنصر متفاوت میگن، ولی کلیتش این چیزی که حالا من تحقیق کردم و میدونم همینه. و این انگشت مربوط میشه به چاکرای قلب. به خاطر همین انگشت انگشتریه، مستقیم به چاکرای قلب وصل میشه یا مربوط میشه. چاکرای قلب هم چاکرای احساسات و یک نوع چطوری بگم، اصلا برای خودش یک مرکز تفکر چاکرای قلب. خب حالا اینا رو برای چی گفتم؟ به خاطر اینکه شما بتونید این چاکرای کف دستتون رو فعال بکنید. ما یه مبحثی توی دنیای متافیزیک داریم. شاید بعضیاتون روشنه، شاید بعضیاتون حالا یا بعدها باش برخورد بکنید. دو تا نقطه از بدن هستن، یکی کف دست، یکی پیشونی. خب من بیارم بالا، یکی اینجا، که شما وقتی پرده دوم چشم سومتون ورداشته میشه میخوایم برین تو پرده سوم، گاهن حالا یا توی برون فکنی یا توی بیداری یا توی خوابهایی که دارید احتمال داره خودتون رو ببینید که یه چشم اینجا دارید. چشم دقیقا بعد مثل همین چشما کشیده باشه، نه اینجوری، اینطور کشیده باشه مثل همین چشم. یا کف دستاتون چشم هست. این یعنی چی؟ یعنی آقا این طرف مدیومه، یعنی کسی که مدیومه، یک مدیومی که میتونیم روش حساب کنیم. یعنی تو بیداری قشنگ موجود رو میبینه، شکل شمایلش رو میبینه، راحت باش صحبت میکنه، یعنی این چشم باز شده، میبینه اینا رو. تو حالا گفتم برون فکنی یا خواب یا تو بیداری گاهن رو خودش میبینه. یا دوتا کف دستاش. وقتی دوتا کف دستاش چشم باز باشه یعنی فرکانس دستاش بسیار بسیار بالاه. حالا تو مباحث ماورا بهش میگن مثلا طرف دست شفا داره.
دست شفا داره یعنی این نیست که مثلا یه نفر یه بیماری بره دست بکشه روش طرف شفا پیدا بکنه. نه، اینجوری نیست. کارایی‌های خیلی زیاد بیشتری داره، یعنی فرکانس کف دستش به بالاترین بخش خودش رسیده. اوکی؟ خب حالا ما میخوایم تو این کلیپ میخوایم این چاکراها رو فعال بکنیم، روی اینا تمرین بکنیم و تمرین تلکنزی یا جابجایی اجسام یا حرکت اجسام که میخوایم تمرین بکنیم بتونیم این توانایی رو به دست بیاریم. تو این تمرینمون تو این کلیپ با کف دسته. تو کلیپ بعدی چشم سوم رو بهتون تمرین میدم، آموزش میدم. خب گفتیم که هر چاکرا رو کدوم انگشت و در چه نقطه‌ای قرار داره. شما برای اینی که بخواید فعال بکنین 2 تا تمرین داره. تمرین اول ماساژیه که میدید. ببینین این انگشت مثلا شما میخواین ماساژ بدین، خب باید از این نقطه که کف دستتون رو محل چاکرای تاجیه، این نقطه رو اینطور ماساژ بدین دایره‌وار. خب خیلی آروم، نه فشار بدین، ماساژ بدین. بعد بیارین همون دستت که چسبیده بیاری از این انگشت خارج کنی. برعکس نباید بری ها، از اینجا میری بیرون. دوباره همون حرکت میکنه میاد از این انگشت، دوباره همین حالت. اینو باید تمرین کنی روزانه. حالا هر تعدادی دوست داشتین، روزی 2 بار 3 بار، خیلی چیز راحتی هم هست دیگه به اینجور. بعد همین دست دوباره چرخش مهم نیست کدوم طرف باشه، شما فقط میخوای اصلا سنسورها رو فعال بکنی، میچرخونی میدی بیرون. یک نوع ماساژ دیگه. پس هیچ وقت برعکس نمیای داخل، همیشه میفرستی بیرون. همینطوری زیادم نمیخواد فشار بدی و اینا. این یکی از ماساژاشه. ماساژ بعدی به چه شکله؟ ببینین این 2 تا کف دست، خب این حالتی تک به تک با این کف دستتون ماساژ میدین. این هم همینجور، همینطوری. ببین من به چه شکل ماساژ میدم. دست کلا باید این قسمت چاکرای ریشه، هر انگشت یکی یکی. نکنین این دستا، میبینین قشنگ انگشت رو انگشت. این ماساژ باید باشه تا اینا یواش یواش چاکراهاش فعال بشه، انرژی توش فعال بشه. خب یک تمرین بعدی به چه شکله؟ همینطور که کف دست رو ماساژ میدید، خب من اینجوری میگم که ببینید یواش یواش قوسی میندازید دایره‌وار. حالا اینجوری گرفتی، هر جوری گرفتی، من میخوام تو فیلم دیده بشه. ببین دستا رو یکم جمع میکنی و تصور میکنیم یه گوله، یه توپی وسط دستته. همینجوری نکنین ماساژ میدی و اینو یواش یواش اول اینطوری ماساژ میدی 30 ثانیه. خب خوب گرم بشه. خوب که گرم شد، کف 2 تا دستات گرم شد، شروع میکنی همونطور که داری ماساژ میدی آهسته، البته من تون الان دارم انجام دادم، آهسته این کف دست رو گرد میکنی و تصور میکنی یک توپ، حالا آبی، طلایی، سبز فرقی نمیکنه، آبیش بهتره، آبیه که به سرمه‌ای بخوره، سیر باشه. نمیدونم این دیده میشه این حالتی، یا آبی ایرنگی تصور میکنی و این توپی که اینجاست هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه به اندازه یه توپ فوتبال و شما اینطوری میچرخونیش. بعد ببینین بعد دستتون حالت انعطاف داشته باشه و این انرژی رو حس کنین ها. همین الان همتون انجام بدین، همین الان انجام بدید، دستاتون اینطور بمالید و آروم آروم تصور کنین که یه توپی به سطح دستتونه، یه نوریه. همینجوری که بگیرین اون انرژی رو حس میکنین قشنگ و هی بزرگترش میکنید به اندازه یه توپ، همینقدر کافیه، پیدا میشه همینقدر کافیه و اینو انعطاف پذیر میکنیم.
مثل یه بادکنک چطوری میگیرین کف دستتون فشارش میدین کج میشه و اینا، این هم همینطور. یعنی دستت اینجا که میاری انرژی باید اینجوری باشه، دستت میبری بالا انرژی باید اینجوری باشه، همون انرژی آبی که تصور کردیم اینطوری قشنگ با این فاصله. دست رو میاری نزدیک دوباره برمیگردونی. همین الان انجام بدین، قشنگ انرژی رو احساس میکنید، اون داغی اون انرژی رو کامل احساس میکنین کف دستتون. اینجوری بگیرم دیده بشه، قشنگ احساس میکنید. خب و باید با این بازی کنید. حالا میتونین با چشم بسته این کار رو بکنید که مثلا تمرکزتون بیشتر باشه. اینطوری مثلا ببین اون انرژی رو احساس میکنی کف دستت و با اون انرژی بازی میکنی. چرا این کار میکنیم؟ که اتصال بین این چاکراها و این چاکراها قوی تر بشه، انرژی انتقال داده بشه. این انرژی که انتقال داده بشه بعدش میخوایم یه شی رو حرکت بدیم. خب این تا اینجاش این تمرین کف دسته بود، این یک قسمت. حالا میام قسمت دوم، یعنی تمرین دوم. تمرین دوم به چه شکله؟ شما چشماتون رو میبندین، شروع میکنین دم و بازدم، مثل مراقبه که انجام میشه، با این تفاوت که این کف دوتا دستتون رو میذارین روی زانو، خب روی زانوهاتون. ولی فرقش تو چیه؟ شما دم و بازدمی که با بینی انجام میدی با دهان میدی بیرون، خب میتونی از خود بینی هم بدی بیرون، فرقی نمیکنه. این دستاتو تو باید تصور کنی موقعی که چشمت بسته است، تجسم کنی که داری از کف دستت تنفس میکنی. نفسو که میدی داخل نکن، این باید جمع شه. من اینجوری میگیرم، دستا رو زانو دیگه، اینطوری نکن. دست باز میشه. نفس میدی بیرون و تصورت اینه که داره تنفس اینجا شکل میگیره. درسته از اون بالاست ولی باید تمرکزت اینجا باشه. چشما رو میبندی و 10 بار این کار رو انجام میدی. 2 تا دستا روی زانو، چشما بسته. موقعی که نفس رو میدی جمع میکنی، موقعی که نفس رو میدی بیرون دست رو باز میکنی و تصور میکنی هوا داره از کف دستت میره داخل. حالا کسایی که قدرت تجسم و تصورشون بیشتره، یعنی کم بیارم پایین بیشتره، میتونن اون هوا رو به صورت نور آبی تصور کنن. مثلا یه نور آبی داره میاد داخل، یه نور آبی میره بیرون، یه حالتی. نکن نفس چشما بسته 10 بار. این شوک آخری رو بدید که هر چی گرفتگی دارید باز بشه. خب پس 10 بار این مراقبه رو تنفس رو انجام میدید و بازدم. تصور میکنید داره از کف دست دم و بازدم شکل میگیره، چون هدف فعال کردن سنسورها یا چاکراهای کف دسته و انتقال انرژیه. با خاطر همین یواش یواش با این تمرینات فعال میشه. میتونین روزی 2 بار این کار رو انجام بدید، فرقی نمیکنه، صبح ظهر شب فرق نمیکنه. 2 بار هم بهتره که پشت سر هم نباشه. ببینین توی مباحث انرژی، هر تمرینات، مراقبه، هر چی، هر زمانی که میبینی خسته ای، حال نداری، حسش نیست، نباید این تمرینات رو انجام بدی. چه این باشه، چه تمرین چاکرا باشه یا هر چیز دیگه. پس لزوما انجام دادن اون مراقبه یا تمرین مهم نیست، اون کیفیت مهمه. پس زمانی که شما حالشو دارید، حسشو دارید، انجام میدید. روزی 2 بار، 10 بار دم و بازدم. این تصور میکنی داری از کف دست دم و بازدم انجام میدی با چشمای بسته. بعد از اینکه این 10 بار تموم شد، یعنی 10مین دم و بازدم انجام دادیم، الان انجام میدم ببینیم. این 10میه. خب بعد 2 تا کف دست رو شروع میکنین دوباره به هم مالیدن، همونطور که چشمات بسته.
اینطوری ماساژ میدی 30 ثانیه، بعد فاصله میدی یواش یواش، همون توپ یا بادکنکی که گفتم حس میکنی اون نور آبی به صورت دایره‌وار کف دوتا دستته، داری با اون انرژی بازی میکنی. خب قشنگ که اونو حس کردی، قشنگ حس کردی اون نور داره کف دستت، اون فرکانسه، اون انرژی رو داری کف دستت کامل حس میکنی. خب اینجا میای برای حرکت دادن جسم. حالا بهتون میگم اون جسم به چه شکل درست کنید. یه کاغذ میارین اینجوری به صورت مربع میبرید و تاش میکنید به صورت مربع کچینگ تا میکنید، یه تا همین شکلی میزنید، یه تا همین شکلی. اوکی 3 تا خورد. بعد که بازش بکنین از این بالا یکم اینا قسمت هایی که تا شده رو میدین داخل که درست مثل یک این حالتی میشه. پشتش همین جوریه. خب این کاغذی که ما میخوایم حرکتش بدیم، یه دونه سوزن از این سوزنای بزرگ این شکلی میارید. این نوک سوزن چون تیزه میتونین مثلا خیلی جاها بذارینش، حالا روی قالی یه چیزی باشه، هر جا فرق نمیکنه که بایسته، و اینو میذاری روش. خب اینو میذاری روش، یه چیز سبک که حالا من تون درست کردم، این یه چند لحظه وای میسی. این دیگه اینه که گذاشتی میذاریش روبروت، قشنگ روبروت باشه. اون 10 بار دم و بازدمه رو انجام بده که گفتم فکر میکنی از کف دستته. بعد از دم و بازدمت با چشم بسته 2 تا کف دست که گفتم انجام میدی، ماساژ میدی 2 تا کف دستتو، نور رو حس میکنی و بعدش این شما اون 2 تا با چیز بلندی بود میتونستم قشنگ تو تصویر بهتون نشون بدم. زمینم روی میشه گذاشتش، نه برای جایی، آره اینجوری یکم بیستا کجه. خب اینطور بعد اون 2 تا دستی که به هم مالیدی شروع میکنی آوردی دیگه، یه توپ مثل بادکنک توپی که نوره میاری دوربر این کاغذ یا پروانه و تصور میکنی که این نوری که توپ نوری که بین 2 تا دستته تو تار و پود این کاغذ ورود کرده. درست؟ اینجوری که کردی 10 بار دم و بازدمت تموم شد، ماساژ دادی، آوردی اون نور گرد میاری ای حالتی. تصور میکنی اون نور تو تار و پود این نفوذ کرده، یعنی این کاغذ بخشی از اون نور یا انرژی که بین 2 تا دستاته. اینجوری میگیری و شروع میکنی با حرکت آهسته دستات برای حرکت دادن اون انرژی و این باید بچرخه، یعنی آروم آهسته آهسته شروع میکنه چرخیدن. و حواستون باشه وقتی درستش میکنین خیلی سفت نباشه که راحت انرژی بتونه به چرخونتش و اینجوری شروع میکنه چرخیدن. حالا این تمرین ها کن، حرکت دستا، بعدم میتونی عقب‌تر هم بیاری، میتونی نزدیک ببری، هیچ فرقی نمیکنه، میتونی زیر ببری، میتونی بالا بگیری. تو دیگه از کف دستات یه انرژی آبی داخل اینه و انجام میدی. میتونی با چشم بسته انجام بدی، چشمتو باز کنی ما بینش، هرچی که تمرکزت بیشتر بشه تا این شروع بکنه به چرخش. و این به چه شکله؟ ببین اوایل سخته، خب احتمال داره بعضیا 3 روزه اینو به چرخونن، احتمال داره بعضیا 10 روزه به چرخونن. مهم نیست، مهم اینه که کم نیاری. اینجا باید خودتو محک بزنی، کم نیاری. یه تمرینه باید روزانه انجامش بدی، روزی 1 بار یا 2 بار انجامش بده. حال داشتی روزی 2 بار انجام بده، حس و حالشو نداشتی 1 بار انجام بده. امروز حالشو نداشتی انجام نده، ولی مهم اینه که این بچرخه. و چطوری میچرخه؟ تمرکزت بیشتر میشه، انرژی کف دستات انتقال داده میشه و
سعی میکنی به اون بدن تو، یعنی تمام انرژی بدن تو با این قضیه هماهنگ بکنی. ایناش خیلی مهمه و انجام میشه. مهمترین موضوع یاد میگیری تو لحظه زندگی کنی. ما داشتیم تو تمرینات قبلیمون مثلا بچه ها دوستا بودن 2 هفته 3 هفته داشته تمرین میکرده، نتونسته تکونش بده، یهو مادرش یا مادر بزرگش یا آبجیش اومده یه جور گرفته حرکتش داده، گفته کاری نداره، انجام داده. بله، قدرت در سادگی، ساده بودنه. یعنی نباید همیشه یه چیزی رو برای خود یه چالش بزرگی کنی تو دستت، تو ذهنت، میگم تو دستت، تو ذهنت یه چالش بزرگش نکنی برای خودت. در ساده بودن اون مسئله، سخت نگیر قضیه رو. توی تمرینات ناامید میشی، توی تمرینات دلت میشکنه، توی تمرینات شاید به خودت بگی من چرا تواناییم اینقدر ضعیفه، چرا فلانی حرکتش داد من نمیتونم حرکت بدم. این افکار رو باید بذاری کنار و هر وقت یاد گرفتی این افکار رو، این انرژی ها رو ندی درون خودت، بذاریشون کنار، مطمئن باش موفق میشی. فرقی نمیکنه، اصلا مهم نیست. شاید یک نفر یک روزه اینو به چرخونه، شاید یک نفر یک ماهه به چرخونه. مهم اینه که چرخیده، مهم اینه که تونستی اون تمرکز رو بذاری، مهم اینه که تونستی اون انرژی رو انتقال بدی. و یه چیز بسیار ساده ایه. حالا تو تمرینات بعدی، تو کلیپای بعد میگم که بعد از این کسایی که تونستن فرفره رو به چرخونن، خب تو تمرینات بعدی مثلا مداد میذاریم، قوطی میذاریم، چیزای دیگه میذاریم. و یه وقتایی، نکته مهم، یه وقتایی اگر دیدین نمیتونید تو انتقال انرژیتون یکم ضعیفید، یک مقدار حس قدرت پشتش بذارید. حالا نه خشم ها، قدرت. مثلا با قدرت این کار رو بکن، میدونی دستتو چی بکن یا یکی از دستات، اینجوری بالاخره این باز میشه. تمریناتی که گفتم روی دستاتون انجام بدین، ماساژایی که ماساژ بدین، اصلا کف دست رو ماساژ بدید، بذارین سنسورها باز بشه، اصطلاحاً انرژی انتقال پیدا بکنه، ماساژ بدین اینا رو. تمرینات رو قشنگ درست انجام بدین، اینو به راحتی میتونین بچرخونید. حالا انشالله به امید خدا تو کلیپ بعدی تمرین با چاکرای چشم سوم میذارم، بدونی که بخواین دست بزنید بتونین این کار رو انجام بدین. انشالله موفق باشین، هیچی رو برای خودتون سخت نگیرید، میشه انجام داد. یا تمرکز میخواد و یه اراده و تمرین پشت کار. تمرین مادر تمام مهارت هاست. یعنی شما فقط باید تمرین کنی، همین. تمرین مادر مهارت هاست. و به خودت اینو ببینیم، بعضیا هستن یک نظمی تو زندگیشون ندارن. مثلا میگه آقا من امروز تمرینم اینه، هی میندازه پشت گوش، این انجام نمیده، اون انجام نمیده. همین تمرینات به ظاهر ساده یک نظمی به زندگیتون میده، یک نظم درونی به شما میده، انرژی رو در بدنتون به جریان میندازه. حالا اگر چند روز انجام دادی، 4-5 روز انجام دادی و این حرکت نکرد، خب حتما این کاری که میگم انجام بدین. توی محیط بازی اگر میتونید، خب با تمام وجودتون داد بزنید. یعنی برین یه جایی داد بزنید، صدا بدید، حالا هر نوع صدای، آوازی بخونید با تمام وجودتون. حس کن هرچی خشم داری میریزی بیرون، هرچی بستگی و گرفتگی داری میریزی بیرون. این کار انجام بدین، خیلی سبکترتون میکنه. و بعد دوباره حالا همون روز یا فرداش این تمرین رو شروع بکنید. انشالله با امید خدا برای خودتون سخت نگیرید. این از این. حالا ببینید دوستان، خیلی هم مثلا میگن ختم بدین، چله بدین. خب فعلا به اون چیزا نیاز نیست. الان این تمرینی که من گفتم و شما انجام بدین، انشالله چله هم بهتون میدم، ختم هم بهتون میدم. اگر میخواین ختمی رو انجام بدین، ببینین ما همیشه کسایی که توی وادی مباحث عرفانی و اینا میان، ذکر الحمدلله و استغفرالله ذکر هر روزشونه. خب چه چله داشته باشه، چه ختم داشته باشه، یعنی اصلا مهم نیست که حالا حتما یه چله ورداره، این ذکر روزانه رو داره. ها ورد زبونشونه، تعداد هم نداره، هر روز الحمدلله رو میگه، استغفرالله هم میگه. شما این دوتا رو بگید.
تا حالا برسیم به یه نقطه‌ای که من بتونم چله بدم بهتون دوباره. انشالله موفق باشین. این تمرین اولیه جابجایی اجسام رو انجام بدین، با هر روز تمرین کنین، انشالله به یه نقطه‌ای میرسین که یه شی به این بزرگی رو بتونین به راحتی حرکتش بدید. با همین تمرینات ساده میتونین این کارا رو انجام بدین. با امید خدا. خدا پشت و پناهتون باشه. همیشه شاد و پیروز باشید. یا علی. لطفاً فقط با تمرینات کانال پیش بیاین جلو. یا علی. یه چیز دیگه هم بگم. اگر 7 چاکرا رو انجام دادید، یعنی هر چاکرا رو ما گذاشته بودیم 15 روز با ختمش، خب الان شما میتونید دوباره هر 7 چاکرا رو تو یه روز انجام بدید. ختم هم نیازی نیست، دیگه نیازی نیست ختم انجام بدید. همون ذکر الحمدلله استغفرالله ورد زبونتون بشه. مثلا میشینی، نور از چاکرای تاجی وارد میشه، یکم میچرخه، میاد چاکرای چشم سوم، یکم میچرخه، هر چرخش 30 ثانیه. میاد چاکرای گلو 30 ثانیه میچرخه، چاکرای قلب همینجور میره تا پایین. و میتونین همون نقطه‌ای که رسید به چاکرای ریشه 30 ثانیه چرخید، آروم آروم چشماتون رو باز کنین و تموم. روزی یک بارم انجام بدین یا 2 روز یک بار انجام، 3 روز یک بارم باز خوبه. این باعث میشه چاکراهاتون همیشه انرژی رو دریافت کنن. توی این تمرین 7 چاکرا دیگه نیازی نیست انرژی رو بدی بیرون و حتما هم باید از چاکرای تاجی شروع بشه. از بالا میاد، یه نوری رو تصور میکنیم، طلایی، سبز، آبی، هیچ فرقی نمیکنه. تصور میکنیم ورود میکنه، هر چاکرا 30 ثانیه میچرخه. به چاکرای ریشه که رسید آروم چشماتو باز کن. دستاتم میتونی این شکلی بگیری، میتونی باز بگیری، نیازی نیست تو طور خاصی بگیری. و قبل از این تمرین حتما یه 7 بار یا 10 بار دم و بازدم انجام بدیم، بعد بریم تو مراقبه 7 چاکرا. پس این 7 چاکرا همیشگیه. همین مدل ساده‌ای که بهتون گفتم، پیچیده‌اش نکنین اصلا برای خودتون. اینه روز یه بار، 2 روز یه بار، 3 روز یه بار یا هر روز میتونین در 10 دقیقه انجامش بدین. 10 دقیقه هم نمیشه دیگه، هر کدوم 30 ثانیه است. انجامش بدید. دم بازم قبلش یادتون نره. بعد از اینکه هم مراقبتون تموم شد، یه مقدار دستاتون رو اینطور بمالید، بدن دست بکشین رو بدنتون، بعد بلند بشین که اذیت نشین. انشالله موفق باشین. هرچی چاکراها تنظیم تر بشن، انرژی توشون فعال تر بشه، شما به راحتی میتونین با انرژی بازی کنید، به راحتی. و تنها خواهشی که دارم، تفکرات منفی توی ذهن خودتون راه ندین، کلام منفی رو استفاده نکنید و ترس رو از وجودتون خارج کنید. با همین تمرینات ساده ترس خارج میشه، با همین تمرینات ساده گذشته فراموش میشه، با همین تمرینات ساده تمرکزتون رو خیلی مسائل بیشتر میشه. انشالله موفق باشین. خدا پشت و پناهتون باشه. یا علی.